این چی شور است در این دور قمر ببینم، این چی شور است در این دور قمر میبینم. همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. رسول اکرم وقتی بالای کوه مدینه برآمد و سوی اصحاب خود میگد فریاد زد، گفت ای اصحاب، گفت بالای امت من گفت فتنه مثل باران میبارد، چنان فتنه میبارد که از تیزی باران هم دیده فتنه را زیادتر میشود. حضرت را بیان دارد این چی شور است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. این چی شد؟ این چی گردش ایامی هست که پیغمبر خدا بر ما خبر داد که در تمام منطقه، در تمام شهر، در تمام ممالک این شور و این فتور و این نافهمی ها پیدا شد. این چی شور است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهری نه پدر را به پسر میبینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد. امروز ما جنجال بین دو برادر خلاص میکنیم، دو برادری که از یک پدر از یک مادر هستند، اونها را جنگ اونها را ما خلاص میکنیم، رفته اونها را مصلحت میدهیم. اینا همه نشانه قیامت هستند. هیچ مهری نه پدر را به پسر ببینم، حتی مهر پدر از فرزند کنده می شود. دیروز یک فرزند در نزد من شکایت کرد، من نام او را نمیگیرم، گفت آملا، گفت نزد پدر و میرم میگد که نزد من تماما نیا که دعای بدت میکنم برای خاطر زنش، برای خاطر